واقعا مسخره است. ما شدیم اسیر ذهن و اون هر کاری که دلش میخواد با ما میکنه و ما اصلا متوجه هم نیستیم که شدیم اسیر. ولی میخوام یه راهی بهتون بگم که شما متوجه بشید چه زمانی ذهنتون داره شما رو کنترل میکنه و وقتی که اینو متوجه بشید خودتون رو میتونید از اون اسارت ذهن رها بکنید. یه دقیقه بشینیم صحبت کنیم. دقت کردید قطار چطوریه؟ قطار توی مسیری میره که خط آهن تعیین میکنه. یعنی هر جایی که اون خط آهن بره، قطار هم توی همون مسیر میتونه بره، خارج از اون نمیتونه حرکت بکنه. ما هم خیلی اوقات همینطوری هستیم. یعنی ما توی اون مسیری میریم که ذهنمون داره برای ما تعیین میکنه. حالا اگر ذهنمون ما رو ببره به جاهایی که دوست داریم، خب حالمون خوبه و خوشحالیم. ولی بیشتر اوقات ذهن ما داره ما رو میبره جاهایی که ما رو میترسونه، حال ما رو بد میکنه، ما رو ناراحت میکنه. خب اینجور جاها چی کار بکنیم؟ باید اولا هوشیار باشیم که توی قطار ذهنیم. یعنی اگر ندونیم که توی این قطار ذهنی هستیم که اصلا متوجه نمیشیم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. و دوم یاد بگیریم از این قطار پیاده شیم. منتها مشکلی که وجود داره اینه که این افکار انقدر با سرعت و خودکار دارن تولید میشن که ما اصلا متوجه نمیشیم و اسیر ذهن میمونیم. یعنی ذهنمون همینطوری فکرهایی تولید میکنه، ما اون فکرها رو باور میکنیم و بر اساس همین باوره داریم عمل و زندگی میکنیم. اصلا متوجه نیستیم توی قطاریم، اصلا نمیفهمیم که میتونیم از این قطار خارج بشیم یا این وضعیت رو عوض بکنیم. اما من میخوام اینجا به شما یه چیزی بگم و اون اینه که نقش کلیدی رو این وسط شما ایفا میکنید، به شرطی که هوشیار باشید و متوجه بشید که من الان تو قطارم، میتونم پیاده شم از این قطار. حالا از کجا متوجه بشیم سوار قطار ذهن شدیم؟ یه راه خیلی ساده وجود داره. هر موقع دیدید که شما افکارتون رو حقیقت میدونید و فکر میکنید افکاری که دارید حقیقت و واقعیته و اونها رو باور کردید، یعنی سوار قطار ذهنتون شدید. وقتی ذهنتون افکاری تولید میکنه که شما رو میترسونه، وای فلان اتفاق برات میفته، وای این مصیبت سرت میاد، وای فلان بلا به سرت میاد و شما اینها رو واقعیت تصور میکنید و باور میکنید، یعنی سوار قطار ذهن شدید و اون داره شما رو هدایت میکنه توی همون مسیری که دوست ندارید و این باعث میشه حالتون بد بشه و ناراحت بشید. اما حالا متوجه شدید که چه زمانی سوار قطار ذهنید و میتونید تصمیم بگیرید که از این قطار پیاده بشید و دنبال این افکار راه نیفتید.